دوستان عزیز سلام. دوستان وقتی مانیتورتون به این مشکل برمیخوره، وقتی که دوربین دنده عقب وصل میشه و یه سری پارازیت یا نویز یا این شکل تصویر بهتون میده، در بعضی از این دستگاه باید برین تو تنظیمات و قسمت کار سیتینگ فکتوری رسید انتخاب کنین. معمولا رمز اکثر دستگاه باید فروشندگان بهتون بگن و 6 تا 1 6 تا 2 6 تا 8 اینا رو امتحان کنین. کسانی که رمز دستگاهشون رو بلد نیستن، یه ریست فکتوری که کنید، دوربین رو وصل کنی، شفافیت دوربین به حالت اولش برمیاد. در بعضی دستگاه هم تنظیماتی داره که حالا اگه مشکلی بود در